إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران بسیار معزز، امروز هم که با شما سلسله درس هایی که در بیان عمل هایی که خلاف شریعت هستند، یعنی شریعت با اون ضدیت دارد، به سمع شما به علم ناکافی خود میرسانم تا که از این درس های ما برخوردار شوید و در حق بنده دعاگو باشید که پروردگار مهربان این روزهای بهترین بر ما و شما نصیب کرد. اگرچند این افیرم که باشد همچی یک درس، همچی یک تعلیم ما میرسد، انشاءالله هر برادر، هر خواهری که در این لحظه ها میتوند به خود برداشت داشته باشد، انشاءالله الله همگی ما و شما را نگهبان باشد. آمین. امروز هم که باشد از کتاب خلاصة المسائل به سمع شما بیان اعمالی که خلاف شریعت و بدعت هستند. خلاف شریعت و بدعت هستند. یک روز معین جمع شدن، یک گروه انسان ها یک روز معین کنن، همون روز فقط سر قبرها در جمع شوند، همین عمل خلاف شریعت و بدعت است. مثل چخلی که روز جمعه معین است، خانه خدا میره روز مزدلفه و روز عرفات معین است، همین انسان ها هم اگر برای سر قبرستان یا قبرستان رفتن یک روز معین کنند برای خودشو، همین عمل چیه؟ خلاف شریعت های، بدعت های، نادرست های. دیم چراغ در سر قبرستان روشن کردن. بالای قبرستان ها در چخلی که یهود و نصارا چراغ ها چکار میکنن؟ روشن میکنن. این برای مسلمان ها چیه؟ معنی است، بدعت است. درست نیست که مسلمان در سر قبر چکار کنه؟ چراغ ها روشن کنن. اگر بی‌عذر، اگر در حدیث اومده زنان بی‌عذر، یا بگیم که روی مال معده داشته باشن، همشو بتوابه به قبرستان بروند، یا اینکه قبرستان برای ناله کردن بروند، این چیه؟ معنی است. این هم اگر به خاطر میگیره که بعضی زنهایی هستن که در قبرستان رفته و ناله و دیگر کارها میکنن، لکن زنی که به حجاب باشه، به قانون شریعت باشه، با که نداره. چهارم پرده و لباس بالای قبر انداختن. چهارم چی بود؟ پرده و لباس بالای قبر انداختن. بالای قبر را بعضی مقبره میکنن، با قبرهای بگیم که پرده بگیم لطه هایی که سوره نایستگی باشه و دیگر چیکار شعرها نایستگی باشه، همین طریقه این چیه؟ بدعت های، درست نیست. قبر همون یک قبری عادی میکنن، پس کم تا خاک تپه چش میکنن، تمام. یکم لطه را گلدوزی، یکم سوره را بنویسی، یکم چیز را بنویسی، بری در بالای قبر ها کشال کنی، این چیه؟ نادرسته. پنجم از سیمان و آجر قبر را بنا کردن. پنج از سیمان و آجر قبر را بنا کردن. بالای قبر را بعد مغز را سر کنی به بیتون و بعد غشتی پخته و گلدوزیش کنی، همین کار چیه؟ معنی است. ششم برای خوشنودی بزرگان قبر را تعظیم کردن. پیش همون قبرهای بزرگان که برای هم تا یه دعا میکنی، میگوی خدای مهربان مغفرت کنم، تا دعا میکنی میگذری میره. لکن اگر برای خوشنودی بزرگان قبر را تعظیم کردن، در پیش قبر را تعظیم کنی، سر تخم کنی، رنگ سجده رو چکنی، بگوی بزرگان ما را میشناسن، این بزرگان ما را قبول میکنن، دیگر کارها، این عمل بدعت، این خلاف شریعت، درست نیست. نزد هر قبری که رفتیم یک دعای مثلا میگوی خدای مهربان شما را مغفرت کنه و روز ما هم از پس شما چکم کنیم سفر داریم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای همون در پیش هیچ قبر تعظیم کردن درست نیست. قبر میبینی برای عبرت میرای، میگوی خدای مهربان این برادر من، این خواهر این برادرم یک روز رنگ ما زنده بود، امروز که در زیر قبر خدای مغفرت کن. و دیگر اینکه از اون قبر ما عبرت میگیریم که ما هم روز میبریم. لکن تعظیم کردن، دیگر کارها، اینها خلاف شریعت هستند. هفتم قبر رو طواف و سجده کردن.
این عمل هم چیه؟ این شرک و بدعت که قبر طواف کنی، گردی قبر رو بگردی و سجده کردن، در پیش قبر ها سجده کنی، این عمل هم چیه؟ ممنوعه. بارک الله فیکم محمد جان. ان شاء الله که اگه دستگیریش اگه حولش به الله میکنیم، به هر برادر هر خواهری که از این درس گوش میکنه درس اوش باش شریک است، خوش به حالت. مسلمان هم ای کاری نکدید به یجو میگره چی میکنه؟ پنج میکنه که تو ثواب بگیره ان شاء الله، بهترینه. یا درس انده خوبه. هفتم قبر رو طواف و سجده کردن. یک انسان برای بگه من قبر این یک بزرگوار یا شیخ من طوافش میکنم یا سجده میکنم، همین خلاف شریعت است، درست نیست، حرامه. هشتم به طرف قبر نماز خواندن. به طرف قبر هم نماز خواندن چه؟ این خلاف شریعت است، درست نیست، حرامه. به طرف قبر باید که نماز نخونیم. و نماز جنازه او مسئله دیگره. بگیم با یگون کسی بگه که آخی به این جنازه میخونی این چی طوره، او نماز جنازه با او مرده میخونی او دیگره. یکی نمازی که عبادت دیگه میکنی برای مقصد نماز پنجگانه میخونی بسن قبرها، این دیگره. هشتم به طرف قبر نماز خواندن. نهم شیرینی و دیگر ماکولات بر سر قبرستان بردن. این خریسیانو مقصد جشن دارن که در بالای قبرش و شکلات قند بگیم تخم دیگر میبرند. این عمل در شریعت اسلام حرام است. یگام بالای قبر یگام چی ده؟ یگام شیرینی بردن همه معنی است در شریعت اسلام. یگام چی بردن درست نیست، در بالای قبر گذاشتن از غذا و از خوردنی ها. الحمدلله مهربان، الحمدلله، شکر الحمدلله. به دعای شدیم. دهم عزاداری بیشتر از 3 روز برپا داشتن. دهم چی بوده؟ عزاداری بیشتر از 3 روز برپا داشتن، این بدعت است. مثلا یک برادر یک خاندان یک خشتوار میبره باید 3 روزه برای چیکار کنیم؟ خونه هم عزاداری کنیم. مثلا مهربان تر صبر بوده، ان شاء الله صبر که خداوند جزای نیکت میته و در حق مرده دعای خیر میکنیم میگردیم. لکن همین در 3 روز نرفتی و بعدا چیکار کردی؟ بعد 3 روز رفتی، این عمل بدعت است. باید همین 3 روز برای همو باید در همین 3 روز کنی برای او انسانی که در سفر است، برادرش یا بگیم یکم عمک خشتورش بندگی میکنه که در غریبی است، بعدا میره مثلا 10 روز بعد میره یا 20 روز بعد میره، بعدا میره عزاداری میکنه، او مسئله دیگره، برای او جایز است. فقط برای کسایی هست که انشالله تعلیم میگیری بهترین میشه. هر خدمتی باشه من میکنم، فقط تعلیم میگیری. اگر یک انسان هم چیکار کنه در سفر باشه که تقوش عمکش بندگی کرده است، بعدا رفت در وطن رسید، و میتونه برای عزاداری کنه به خاطری که در آدم عذره. لکن در همون جا بدی عزاداری نکنی بعد رفتی، این عمل بدعت است. بارک الله فیکم. 11 خیمه بر سر قبر برپا کردن. بر سر با قبر یگان خیمه بگیم که یگان لطای کته که مقصد تر رنگی سویگی کنن، رنگی bayrak بزنی و دیگر این عمل چیه؟ نادرست است. اون لطای خود یا لطای اودی قاقه یا خیمه میگن. خیمه گفته رنگی پلاتکه میگن که رنگی پلاتکه در بالای قبر بکشی، همین عمل بدعت است، نادرست است، باید که کرده نشود. 12 تعظیم کردن و سجده کردن و زیارت کردن عالم. تعظیم کردن و سجده کردن و زیارت کردن عالم. پیش یک عالم برای تعظیم کردن، تعظیم در ما و شما خیستن راست ایجاد که میخواد همین خودش تعظیم میشه. نه که در پیش پشت سجده کردن و زیارت کردن، در پیش پشت سجده کنی بعدا به بخزی زیارت کنی، این خلاف شریعت است. لکن یک عالم یا ایدر میدروی این ایجاد میخزی برای ادب، این خوبه، این بهترینه، هیچ غم نداره. به خاطر که در هم یک حدیث هم هست که انصار رضی الله عنه نشسته بودن که سعد ابن عباده رضی الله عنه بود، از در داخل شد. پیامبر گفت پیش اشراف زاده تو نمیخیزه. پیش سعد ابن عباده بود والله اعلم، اگر خطا نکنم اونها چیکار کردن؟ خیستن. به این خاطر پیش بزرگان خیستن باکی نداره. لکن در پیش یک عالم سجده کنی و مقصد بگوی همچون به خاطر احترام، این کار بدعت نادرست است، باید که انجام نشود. 13 در یک ماه معین یک روز مخصوص شیرینی نخوردن و یا عروسی و خواستگاری نکردن و یا عیال خود نزدیکی نکردن و لباس جدیدی نپوشیدن.
در یک بگن هر ماه همین 14 روز 14 یا روز 15 لباس نشوی با زناتو قریب گیری نکنی این طریق فلانی اوقات نخری همین طریق گپا هستن که در جامعه همین بدعت اصل نداره درست نیست همین گپا در هر شبی که میتونی قایی انگا خواب میرای هر طعامی را که میفورد میخری عروسی هم فورد یکم عروسی کیوفتی میرانی کو میکنی میگیریش یکم مانعتی ندارم او بیچاره کدمی که در اون کتابش مینویسه که فلان شاقه زن خونه‌داری نکو او بیچاره خودش هم که نمیتونیست است بنویسه است که همیشه خونه‌داری نکن هر شبی که خونه‌داری کنی همون دعا را پیش خونه‌داری که بگوی این چی میشه بهترین میشه 14 شام گوری و خروج روز سوم و هفتم و دهم و بیستم و چهلم و خرج سال را تعیین نمودن و عقیده داشتن که این گونه نفقات برای میت بیشتر ثواب دارد و لازم است. اینا بارک الله فیکم. اینا مسئله ای که امروزه در همین تاجیکستان ما و شما بسیار کشمکش است. نمیگه شام گوری و خرج روز سوم چی میگن سیوگه میگن کو آشی سری تخته و سیوگه و هفتم و دهم با دهماگی و بیستم 20 روزگی و چیلو میگن کو و خرج سال رو تعیین میکنن با میگن یا سالشی باید یکم مال بکشی چی کنی عقیده داشتن که این گونه نفقات برای میت بیشتر ثواب دارد و لازم است این یکم اصل نداره این بدعت بگن در همین کار را کنی در هفته در چیل در سال همیو اینها ثواب بسیار دارن این گپ بدعت اصل نداره صدقه که کنی بر میت میرسه روز سال هفته و معینی نداره خدا برکت شبته هدایت کنه این عالمای ما را که بعضیش بیچاره ایران تری مردم مجبور میکنن مردم اکثریتش به خونه و به در شده از دیگر نمیدونم چیکار کنم 15 نکاح بیوزنان رو عیب دانستن این یک نکاح بیوزن آوازی بعضی ها هستن که میگه که ای من خوب بیوزن بگیرم 3 زن طلاق از جگر ریخته و بونو میفروش بیوه بگیرم میفروش دخته بگیرم میگه عیب همین گپ بدعت خلاف شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم عایشه مادر مون دخته بود گرفتگیش بود دیگه همه زنهاش چی بودن بیوه بودن به این خاطر جوان مسلمانی که سومدار شرایطش میرسه زن داره بو اگر که میتونه بیوزن بگیره او را فردای قیامت خداوند در عرش رحمت خود جا میکنه خوش به حال اون برادری که یک بیوزن هم میگیره دست کمک میکنه یاردمش میکنه افسوس که کم است این یک بیعاری و بیناموسی است که 3 زن از سر میتی بو میره بو دخته میکوی میبری بیوه بگیری نیکای بیوزنان را عیب دانستن 16 در عروسی و ختنه سوری و غیره از طاقت زیادتر خرج کردن خصوصا که وام بگیرد خرج نماید اینا بارک الله فیکم نگاه که نیکای نگاه در عروسی و ختنه عروسی کردن یا ختنه این خیلی منصور بگیم که عقیقه میکنی بچه تا دست حلال میکنی از طاقت زیادتر خرج کردن اینا مال بسیارتر خرج میکنی ولی بعضی ها هستن که 3 اوقات میکنن 4 اوقات میکنن اما اوقات بگیم یا دگوش میکنن نمیشه مهمونا میخرن نمیشه میبره دمو سر میریزه دایمی گو میریزه بو میگه من تو را بیار من تو را قش میخره بو ایش میگه دایمی گو بر بریز همسایش گشنه همسایش نمیته یا بگیم در ختنه خودش نونی خوردن نداره بیچاره میاره راسیا بازور میکنه میره یک بگیم که رقاصه و یک ارتی به ایمونی به توحیدی را که نه خدا را قبول داره نه پیغمبر میاره در خونش ارتسی میکنه میگه هیچ غم نداره مرد زن با میرقصه و میگه یک سالگه در آسیا با چیکار میکنه قرض میکنه اینا بیناموسی توجیکی ما و شما همین چی در کار همتری و همین خاطر میگه همین بدعت در شریعت درست نیست در چی در عروسی یا ختنه که بگیم همون خیلی منصوره که هسته هر از طاقت زیادتر خرج کردن اصلا طاقت نداری همون را قرض میره میکنی این خلاف شریعت است خیلی که سرود میرسه دست یک کسبگی در حق دعا کنه این بهترینه 7 رقص ساز و دیگر لهو و لعب رو در کار انداختن 7 چی بود است رقص ساز مرد زن یجا میکنه و دیگر لهو و لعب هم مرا جا میکنی و بعد میگوی که گلبازم درسته نوروزی میگوی درسته و دیگر عمل ها را انجام دادن میگیری همینا خلاف شریعت هستند 18 در جای سلام چوکر یا دست بر سر و سینه گذاشتن خم شدن در جای السلام علیکم و رحمت الله چیکار کنی دست به سینه بگذاری یا بعضی جای هستن که طور سرشو میگذارن و دیگر عمل ها میکنن این خلاف شریعت است سلام فقط السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگوی
مقصد چی خیر بگیم سلام علیکم رحمت الله و برکاته میگن. انا در جوهو میگه سلام چوکر بندم یا دست بر سر و سینه گذاشتن خم شدن. مقصد در بعض کشورهای هستن که سلام هایی میکنن که خلاف شریعت است. 19 رفتن زنان بدون پروای پیش پسر عمو و پسر خاله و برادر شوهر و غیره. اینو نگاه کن، می عمل داخل به حد زیاد است. 19 میگه رفتن زنان بدون پروا پیش پسر عمو پیش بچه عمکی زنت میگه اوجا بچه عمکیم تشکیلی کرده است، بچه عمکیم برام هنسیف مای یا پسر خالم هنسیف مای تشکیلی کرده است، برام اونجا دوگونومی هم برام اونجا میگه و برادر شوهر یا خونه بگیم اکا و دودر خودت به اجازتت میروه و غیره. این عمل ها چیه؟ خلاف شریعت است. 20 شنیدن و شرکت کردن در مجلس ساز و دهل. چیه؟ 20 شنیدن شرکت کردن در مجلس ساز و دهل. یک جا موسیقی و رقص و بازی و چی رفتی است برای در همونجا اشتراک کنی، این خلاف شریعت است. بعضی زورش کنی یک لحظه نمیستن، لکه در همو اگر یک بیت حرام باشه یک بیت زینو جلب کنه همه 10 کس 20 کس میاد اونجا. 21 دیدن رقص زنان رقاصه. عمل این که زنان رقاصه ای را هممون نظر میکنیم. از بعضیو که با بینن رقاصای نواد با هم دیگر همو ویدیو رو روان میکنه میگه رقاصه نو ورمده است، نگاهش کن چه فاسونه میگه قد قامت نگاه کن، همین خلاف شریعت است. 22 تار و تنبوک دیدن و از آن خوشحال شدن. 22 چی است؟ تار و تنبوک دیدن و از آن خوشحال شدن. تار و تنبوکش والله علم اگر خطا نکنم همون چیزایی که موسیقی باشه، همون چیزای موسیقی را که مقصد نای می نوازن دیگر هستن، همون را میبینی خوشحال میشه که قدگه صوت و سرود کنم، خلاف شریعت است. 23 فخر کردن بر نسب، یعنی شخصی بگوید من پسر فلانی هستم، بر نسب ایشان زاده ایم یا دیگریم بچه فلانی وظیفه دارم، همطوری به نسبت بنازم، خلاف شریعت است، درست نیست. 24 برای نجات خود از پهلوک کسی رو کافر شمردن. نگاه کن، این عمل هم در ما و شما بسیار است. مسئله 24 برای نجات خود از مهلک کسی رو کافر شمردن. های گفته جونم چیکار کنه خلاص بخورم ایهمی آدم، هم آدم حکمی به کفر میکنی، کسی رو کافر شمردن. فکر میکنی که همون انسان چیه؟ کافر است. نعوذ بالله. بسیار است انسانی که امروزه یک کس میگه با فکرم هم کافر است، نعوذ بالله، در حق هم دیگر هم تری گمانو میکنن، همین خلاف شریعت است. باید مسلمان در حق هیچ کس گمان کفر نکنه تا اگر کفر آشکار نداشته باشه. 25 مسئله طعن بر نسب شخص زدن. یک کس طعنه میزنی پدر تو فلانی، مادر تو فلانی، عیب جویی میکنی، همین خلاف شریعت است. باید هیچ که طعنه نزنه، مسلمان اصلا طعنه زن نباشه. 26 حقیر و پیشه رو ذلیل و خوار شمردن. حرقه و پیشه رو ذلیل و خوار شمردن. یک بگیم که حرقه و پیشه رو ذلیل و خوار شمردن که ممکن که معنای مصنف این باشد که هر برادری که مقصد کمبغل باشه، فقیر باشه، همون را حقیر بشماری، پس بشماری، این خلاف شریعت است. زیاده از 27 مسئله زیاده از حد تعریف کسی رو نمودن. این تعریف دروغ بعضی وقت میشه که هم تعریف دروغ میکنیم، یک خیلی آدم را که نعوذ بالله میبریم در چون جو میرسونیمش. 28 مسئله در وقت مصیبت با آواز بلند کردن، نوحه کردن و گریه نمودن. نوحه میکنن کنیم روز زنها بسیار هستن که نوحه خانی میکنن، دیگر همین کار خلاف شریعت است. 29 مسئله بر سر و سینه زدن و در وقت مصیبت رو خراشیدن. یه همو زنها بسیار میکنن، روش نمیدن، پشاکش نمیدارن، نوحه خانی میکنن، خلاف شریعت است. 30 تا یک هفته یا بیشتر از شستن لباس امتناع نمودن.
تا یک هفته میگه بیشتر از شستن لباس امتناع نمودن. اما انسان میگه وقتی که همو خونه مرده دار شد والله علم یا مرده شده است چی همو خونه مرده دار شده است والله علم تا یک هفته لباس ها شسته نشوه میگه دیگر کارهایی هسته که یا این هفته اومدگی لباس شسته نشوه. همین عقیده خلاف شریعت است. که لباس بشوی میشوی. 31 مسئله لباس شستن نپوشیدن، لباس نو شستن پوشیدن. با یگام کسی که بگه که لباس نو گرفتی تو نشویش پوشیدنش درست نیست، خلاف شریعت است. اون نو خود شستگی تازه میتونی که بپوشی، شرط نیست که بپوشیش. 32 مسئله در تاریخ های معین مجددا غم و مصیبت را اعاده کردن. در تاریخ های معین غم اندوه مقصد چی بگیم؟ بگویی که همین فلان روز فلان ساعت پدر من مرد، همون روز بعد گریه و مصیبت سر کنی، همین خلاف شریعت است. به چه خاطر خلاف شریعت است؟ به خاطر که که شیطان انسان مغلوب میسازد، یعنی انسان از بین میبرد به غم اندوه است. غم اندوه بیهوده هم بسیار خوردن در کار نیست. مسلمان باید قوی باشد. شیطان بعض اولادها به بینمازی و به حرامی و به بعض انسان ها را نگاه کنه که در استخ هستن، یعنی نمازخوان از حرام دور هستن، اونها را به غم اندوه هلاک میکنه. غم اندوه بسیار به سرت آوردن میگیره. از فکر همو غم اندوه در سر درس میداره، نه امر معروف میداره، نه عمل خوب میداره، نه دیگه به زن فرزندت خوبی کم میتونی. به سبب همین غم درد هلاکت میکنه. به همین خاطر در تاریخ معین مجددا غم و مصیبت اعاده کردن همین خلاف شریعت است. هر وقت داود میزنه الله رحمت مغفرتش که اشک چشمات اشک میریزه، این اشک رحمت است، به این گناه نیست، در حقش دعا میکنی، لکن غم اندوه بیهوده خوردن، عصب خراب کردن، این خلاف شریعت است. 33 مسئله زیاده از حد مشغول زیب و زینت شدن. اینا زیاده از حد همین در نماز بیستی و 10 منوت یا 5 منوت در نماز تمام کنی و لکن در پیش آینه نیم ساعت بیستی، 15 منوت بیستی فقط پریچوسکا کنی، این خلاف شریعت است. خلاف شریعت است. اسلام ضد زینت نیست. مرد مسلمان با زینت باشه، خچت افت اندامش هم نگاه کنه، زنم همین تا، لکن این تینه که اگر در همون پیش آینه نشستی نیم ساعت باید که فقط پریچوسکا کنی، فقط زیبوگی کنی، این خلاف شریعت است. 34 مسئله وضع ساده رو عیب شمردن. وضع ساده رو عیب شمردن. یک برادر فعل سادگی داره، مقصد خاکساره چه همون انسان ما میگیم که تو ساده، تو دیونه، تو بی عقلی، همین خلاف شریعت است. همین گپی ما به خاطر که او وضع ساده رو عیب شمردن، ای بی سعودی انسانی که به او عیب میکنه، هم بی سعودی همون انسان چیکار میکنه؟ آشکار میکنه. این خلاف شریعت است. بعض انسان ها ساده میشن، خاکسار میشن، لکن سادگی همون را تا اگر عیب شماری، این خلاف شریعت است. 35 مسئله قندان و سرمدان و عطر دادن رو از و نقره ساختن و استعمال کردن. این نگاه که قندان و سرمدان و عطر دان رو، همون چیزایی که دوخی میگیرن، سرمه میگیرن، چی میگیرن؟ مرد مسلمان، مقصد در مرد مسلمان اگر عطر در کار باشه، دوخی در کار باشه یا سرمه در کار باشه، همون را بگیم در یک شیشه چای بگیره یا در یک آهن بگیره که همون از طلا باشه، در چیزی که از طلا باشه، همون عطر دوخی چیزی که در درون همون طلا گرفتگی باشه بگیره استفاده کنه، همین خلاف شریعت است. بده چیزی در شیشه عادی باشه، در چیزی طلاگی نباشه، طلا برای مردها حرام است. 6 لباس بسیار نازک و تنگ یا لباس ابریشمی یا زعفرانی رنگ پوشیدن برای مردان. این نگاه کن. 36 مسئله چی است؟ لباس بسیار نازک اینجا کیه در نظر داره؟ زنها. نازک هم مرد هم زن. نازک گفته تنک هم میگن، نازک باشه یعنی تنک باشه که بدنت میتوه، و تنگ باشه در بدنت میچسبه. یا لباس ابریشمی، بسیار هم برادرای هستن که تنگ میشن، هم خواهرای هستن که سطر دارن لکن اونقدر تنگ هست که در بدنش چسبیدگی هست. یا مردایی که لباس ابریشمی بشن یا زعفران رنگ پوشیده برای مردان، همین مسئله ها چیان؟ خلاف شریعت هستند برای مرد مسلمان و زن مسلمان.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بارا الها پروردگارا، به حرمت اسمای حسنایت، به حرمت جمال و کبریایت، یا الله مهربان، این درسی را که امروز مطالعه کردیم به هر برادر هر خواهری که از این گوش میکنه عمل میگرده، پروردگار مهربان توفیق عمل کردن بر هر یک ما نصیب و روزی بگردانه و پروردگار مهربان ما و شما را در جاده اسلام مستحکم و استوار و عقیده صحیح، پیروی به توحید، به امر معروف و دوری از نهی منکر نصیب و روزی بگردانه و دوری از منکرات بگردانه و پروردگار مهربان دنیا و آخرت همه ما مسلمان های روی دنیا آباد نصیب و روزی بگردانه. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفعك ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لي ولوالدي ما يقوم الحساب. اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد برحمتك یا ارحم الراحمین. در پناه الله مهر